محتوای این ویدیو اینه که از حواس پرتی به خوبی استفاده کنید. توی همه غذات از سیب زمینی استفاده کن. به این ویدیو خوش اومدین. من آدم حواس پرتیم. تقریبا رو به جلوی زیاد، یعنی به طور زیاد آدم حواس پرتیم و من فکر میکردم حواس پرتی چیز بدیه، اما به مرور متوجه شدم که نه، حواس پرتی خوبیای خودش هم داره. وقتی که یک وسیله رو گم میکنید از سر حواس پرتی و متوجه میشید که گمش کردید، یک استرسی رو میگیرید که اصلا تا فرداشم بگردین نمیتونید اون وسیله رو پیدا کنید. ولی برعکس، اگه که خب بگی خب گم شد خودش پیدا میشه، دقیقا همون اتفاق میفته. تو حواست نیست که بگردی دنبالش، خب خودتو میزنی به حواس پرتی و روزمره‌تو انجام میدی و اون وسیله پیدا میشه. یعنی بارها این اتفاق برای من افتاده، هرچی که بیشتر دنبالش گشتم بیشتر گم شده، ولی عوضش وقتی که خودم رو زدم به حواس پرتی وسیله خودش پیدا شده و این فوق‌العاده است. بعدی که وجود داره مشکلات و چالش‌هایی که پیش میاد. یعنی مثلا بارها شده که من با اطرافیانم توی یک موقعیت، توی یک چالش مشابه به هم بودیم، اونا برای مرور کردنش اینجوری نقل قول میکنن که اون شرایط افتضاح بود و من اصلا نمیخوام برگردم بهش. اما من اینجوری هم که حالا اونقدرام بد نبود و یه قسمتایش واقعا خوش گذشت. این تیکه که و یه قسمتایش واقعا خوش گذشت میشه شامل اون بخشایی که تو به جزئیات توجه کردی. خب یعنی تو فکر کن الان توی یک مشکلی هستی، توی یک دردسری هستی، اون مشکل میشه یک کلیاتی از ذهنت. خب تو اگه بیای به جزئیات بپردازی میبینی که وای، یعنی بدرام نه تنها بد نیست بلکه میتونه قشنگ باشه. خب یعنی جزئیات همه چی، من نمیدونم چجوری باید مثالش بزنم. توجه کنید دیگه، به جزئیات توجه کنید، به جزئیات مشکل، به اطراف جزئیات مشکل و یعنی واقعا ببینید. دیدن خیلی خوبه و این باعث میشه که ذهنتون خب به کلیات اون مشکله که همزمان داره فکر میکنه یک سری جزئیات قشنگم میاد اطرافش رو میپوشونه و میبینین که واقعا اونقدرم بد نیست. و همزمان مثلا میبینی یک مشکلی وجود داره که قابل حل شدنه ولی تو نمیدونی از چه مسیری باید حلش کنی، برای همین فکر میکنی که هیچ راه حلی برای این مشکل وجود نداره. خب که میای به جزئیات فکر میکنی، ذهنت آزادتر میشه برای پردازش به این که چجوری اون کلیات رو من میتونم حل کنم. ترکیب بندی وجود داره که واقعا تو با چینش اینا توی ذهنت میتونی همه چی رو حل کنی و مثلا حتی غم انگیزترین چیزو به یک چیز شاد تبدیل کنی. من بعضی وقتا واقعا یک آدم خیلی پوچگرام، یعنی اینجوری هم که تمام زندگی پوچه. تو بیا این پوچگرایی رو با یک سری چیزا ترکیب کنی، یک ترکیب فوق‌العاده و طلایی میشه. آدم به یک چیزایی واقعا نباید اهمیت بده. خب یعنی اهمیت نده و حواس پرت باش. یعنی این واقعا خیلی خوبه. همه چی اینجوری خیلی عالی و پرفکت پیش میره. من میتونستم الان بگم که وای موهام چقدر بده، وای مثلا جای دوشم چقدر مشخصه، وای ابروهام یکیش یک تار موش از اینجا زده بیرون، ولی اینجوری هم که چه اهمیتی داره. و اینکه مثلا اگه یک الگویی توی ذهنتونه که همه چی باید طبق این الگو پیش بره، هر وقت که اون الگو رو زدین شکستین، حالا لیوان نشکنه، اون موقع میشه گفت که تو یکم داری رو به جلو پیشرفت میکنی. که خارج از این کارتونی که تو توش داری زندگی میکنی چقدر چیزای قشنگتر، خفنتری وجود داره که تو الکی مثلا ذهنتو محدود کردی به چیزای خیلی کوچیک. خیلی مهمه که ذهنتون درگیر چی باشه، خیلی مهمه که به چی فکر میکنین، خیلی مهمه که چجوری راجع به چی فکر میکنین. یعنی دیدگاه تو زندگی واقعا خیلی مهمه. دیدگاهو میشه تغییر داد.